السلام علیکم همدیاران ون زمین. من در خصوص سلامشاه محبتوف میخواستم که یک چند سخن بگویم. سلامشاه محبتوف یکی از شخصیت‌های بزرگی ناحیه ونج است که در تمام ساحه‌ها مردم ونج را دستگیری کرده است و موفقیت‌های کلان ورزشی، مهنتی، سیاسی به دست درآورده است. یکی از خدمت‌های کلان سلامشاه محبت در آن است که در اول سالهای 90 او در ناحیه ونج استقامت کرد و در دوره جنگ شهروندی تمام مردم ونج را محافظت نمود. او نگذاشت که یگان قوه‌های غیر دولتی، یگان قوه‌های دیگری که با زوری مردم را عذاب می‌دادند ساکن ناحیه ونج شوند و ونج زمین را به عذاب و کلفت گرفتار کنند. در کدام ساحه دوستی و صلح و صلاحی که در جمهوری یگان پرابلم به وجود می آمد، سلامشاه محبت فرستاده میشد. او بحث بین مردمان را پس میکرد و صلح و صلاح را به وجود می آورد. همه خصلت‌هاش را به نظر گرفته پرزیدنت مملکت جناب عالی امام علی رحمان او را به اردن عالی سپیتمن مشرف گردانید. من در خصوص سلامشاه محبتوف یک شعرک ایجاد کردم و آن را حاضر منظور شما میگردانم. به جوانمردی بزرگی ونج زمین سلامشاه محبتوف، یک مردی دلیری ونج نامدار است سلامشاه، یک مردی ذکی و مرد میدان است سلامشاه. به میدان نبردش مثل او مردی دلاور نیست، به گشتنگیری ها چون شیر ژیان است سلامشاه. به دوبه و پریز او پرتم تاجیک بالا کرد که نام تاجیکان را پرتوافشان است سلامشاه. چو وقتی سختی ها بر ملک ونج همچون سپر بودم، نگهبان همه پیر و جوان ونج سلامشاه. ز بحر خدمت شایان به صلح و وحدت تاجیک، به اردن سپیتمن سزاوار گشت سلامشاه. میان 10 نفر فرزندان خاله مارخان، چو اختر در شب تاریک فروزان است سلامشاه. اگر ما از سخاوتمندی و مردی سخن گوییم، سزاوار همچون نام حاتمی طای است سلامشاه. یک مردی نکو است و به انصاف و عدالت خواه، چو حکمان عادل بین مردم هاست سلامشاه. اگر یاران و دوستانش شماری از 1000 بیش است، چو آفتاب بین دوستانش تابان است سلامشاه. میان قله های کوه بلندتر کوه پامیر است، چو گوهر در دل کوه بدخشان است سلامشاه. جهانگیر است فرزند نکون نام پدر در عرصه هستی، یکی از وارثان نیک و نامدار سلامشاه. اگر مستان تو بار لحظه در صحبتش شینی، تمام عمر باشی یاد صحبت های سلامشاه. دقت بر